این راه به موضع سراحالی خرنگان میبرد. از اینجا برای کارخانه سمنت دوشنبه روزانه 10 تن سنگ میکشند. در 2 سال اخیر این راه زیر بار وزنین به قول ساکنان کس ناگذر شده است. ماشینمان بالوناش میکفد، ویرون میشه، نه طرف پرژین شکستگی، راه وابشه بیزی بای. مردم با رانندگان ماشین‌های بارکش دعوا و جنجال میکنند. میگویند راه و خانه ها را ویران میکنند و هم گرد و چنگ را میخیزانند. شده داخت بالا خرنگانی بالا دکی مردک زی خونش چوکی دای درونی خونش درون زده دیولش کافی ده گفته استاد که گوش نمیکنه. میگن ما کار نداریم، کم از دولتی کار دولتیه. راه‌های ویران خراجات مردم را هم زیاد کرده است، چون هر ماه ماشین تعمیر میکنند. ما همین خلق خرنگان رو میکشیم دا تو خرنگان بالا همین راه میخله همین هر ماه قریب 250 300 سوم ریمون میکنیم. رانندگان ماشین‌های بارکش اعتراف میکنند که باری وزنین راه را ویران میکند. شغله که برای هموار کردن میریزند دیر نمیپاید و زیاد کمک هم نمیکند. این ماشین وزنین هم میشینه، سنگ میشینه. فقط زمستون با وابشه جزیر میشه. مقامات میگویند در غم مردم هستند ولی از صحبت خودداری میکنند. ابو سعید اکراموف کاتب جماعت محله گفت این مشکل را همه میدانند از جمله تلویزیون‌های دولتی. برای همین حاجت صحبت با دیگر خبرنگاران نیست. راه خرنگان قبلا هموار بود. سنگ برای کارخانه سمنت با راه تنابی میرسید. از بس که استحصال سمنت زیاد شده است، ماشین‌های بارکش را هم جلب کردند. ولی معلوم نیست که این راه از حساب سمنت خودی تعمیر می شود و مردم هم جنگ و دعوا با رانندگان را بس می کنند.